با گرم شدن هوا دهقانان در تاجیکستان به نرمکنی زمین و کشت آغاز کردند. عبدالرازق مومنوف همراه فرزندان صدها بیخ انگور را در ناحیه باباجان غفورов پرورش میکند. منبع اساسی درآمدش همین است، اما امسال فایده زیاد را چشمدار نیست. بر ضمن خراجات دیگر نرخنامه نوی آب او را به تشویش آورده است. قیمت شده که درخت‌ها ممکن کمتر آب میخورد. اذا آدم تشنه ماند یک پیاله میخورد یا دو پیاله میخورد. تشنه نباشد نمیخورد. این درخت کو آب نخورد زبانش نشیننده. یک متری مربع 5 درام. مقامات ولایت سوخت تغییر یافتن نرخ آب برای زمین‌های کشاورزی را تصدیق کردند. سردار اداره آبیاری و بهداشت زمین ولایت گفت این دیگرگونی هنوز پایان کار نیست. ما متخصصا که حساب کرده دیدیم حقانی همین صرفی میشدگیشه 12-15 درام تری میبیاد راست میبیاد مثلا ارزش اصلیش روی حساب‌کتاب متخصصا ارزش اصلی. یک سبب افزودن نرخ آب پالایزی را به گرانی نیروی برق و قرضدار بودن ساحه از برق تاجیک ربط دادند. 80% آبیاری به گفته مسئولان به واسطه پایگاه‌های آبکشی و با استفاده برق صورت می‌گیرد. 10-15 سال اخیر نرخ برق 10 بار قیمت شد. این یک چند هر بار قیمت شد 15% ده 10 بار 15% قیمت شد قریب 80 میلیون برق استفاده بود داشت. پول خدمت آبرسانی 29 میلیون و 800. همه پول چنده برق بتیم 50% برق مسکن امتحانی. این مقامدار ولایت سوخت میگوید برای حل مسئله از جمله بیپول کردن آب یا سرمایه گذاری ساحه از حساب بودجه بارها به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند، ولی حالا تنها این اقدام راه اندازی شده است که نرخ آب را بالا برند. ولی مزد مهنت تعمیل دستگاه آبکشی هست اندازه کارخانه مفلس شد. متخصصا 800 سوم آیلیگ میگیرند و مزد مهنت حتی براساس خانه کارخانه مفلس شد ساحه آبای رفت. در ولایت سوخت 250,000 گکتار زمین کشاورزی هست. خواجگی‌های دهقانی از اداره آبیاری قریب 80 میلیون سومانی قرض دارند. مسئولان اداره کشاورزی میگویند تصمیم آخر شرایط دهقانان را مشکل‌تر می‌گرداند. اونا ناراضی میگه که برابری گران شدن نرخ سودشوری نیروی ملی و قسمت احتیاطی با اوبام قیمت شد و چکل کار کنیم نکی ناراضی کشاورزی است. بعضی از دهقانان میگن افزایش نرخ آب پالایزی احتمال سبب گران شدن محصولات کشاورزی نیز گردد. محصولاتی که حالا هم ارزش آنها در بازارهای تاجیکستان بالا و خریدنش برای قشری از اهالی دشوار گفته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.